شمالي او جنوبي د کار څخه تاسو خو حتما په جریان کې یاستئ. دا ساحه نو دوشاخ نه سره راپورته کېږي. دغه ساحه ده چې دا بدیل لاره ورته جوړه کړې ده. کومه لاره چې تاسو وینئ سمت از خودمون. بله. هستیم؟ بله. جغلش خو از دیگه. بله. سیخ وطنی هست. سیخ وطنی. بله. یعنی کلش. بله بس خودمون. کارونه واس ولا روانې پوه شو ډېر په چټکتیا سره روان دي. ښه دي بس سړک هم از تونل پورې را رسېدلی. والا سابق بود این سړک خراب بود، خیلی مشکلات زیاد بود. خب حال سړک جور شده برای مردم. منگه خواهد روان است تو شمال زخت زیاد ده تا منگه دریدلی نسو. یعنی ده ساوینی شمال زخت تیز دلته ډېر تیزه. انشالله که هفته بعدی موتر رو از این راه عبور میکنن. 2 هفته 3 هفته بود 28 روز بود. باید دست به دست هم بدیم. اینطور نمیشه که ما تا کی بریم کشورهای خارج سفر کنیم به خاطر یک لقمه نان. باید وطن خود را آباد بسازیم. سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ. خدای دې کې جوړ روغ او صحتمند اوسئ. فواد نادري چینل ته ښه راغلاست دوستانو. نن موږ گزارش د سالنګ شمالي او جنوبي ساحې څخه ده. دلته دوستانو د سالنګ شمالي او جنوبي د کار څخه تاسو خو حتما په جریان کې یاستئ. دا ساحه نو دوشاخ نه سره راپورته کېږي. دغه ساحه ده چې دا بدیل لاره ورته جوړه کړې ده. کومه لاره چې تاسو وینئ نو دغه موقعیت نه کار شروع ده تر خپله د تونل تر خولې پورې. نو هغه نه اخوا بیا جنوبي سالنګ خواته هلته هم تقریبا کار تکمیله سوی ده. خو دې خوا کار جغل اندازي سوې ده. هغه سمټ یا قیر اندازي چې دوی کوي هغه تر اوسه پاتې ده. کار ډېر په چټکۍ روان ده او الله پاک دې هر څوک چې دلته په دې پروژه کې سهم لري او کار کوي او دې وطن ته خدمت کوي الله پاک دې اجرونه ورکړي. واقعا چې د وطن هر خواته ګورې آبادیان روانې دي او هر آبادي چې مونږ وینو مونږ ته انرژي راکوي. دا کار به انشاءالله دلته به دا هم جوړیږي او زموږ وطنوال ولې ډېری په دې لاره ستل اکثریت مشکل سره سردوچاره وو. دا لاره خصوصا په ژمي کې ډېر مشکلاتو سره مخ وه. خو لله الحمد تر دې پورې خو دا کار تکمیله سوی. انشاءالله دا پروژه به د سالنګ لاره څوک چې سمت شمال ته ځي شمالي ولایتونو ته نو دا سړک به انشاءالله ډېر په سهولت ورته تمام شي. دوستانو انشاءالله د دې ساحې نه تاسو ته زه گزارش لرم د کار نه چې څوک کار مخه کړی ده او د دې بدیل لار نه چې موږ کته ځو وړاندې ځو د هغه نه به انشاءالله تاسو ته موږ گزارش ولرو. له موږ سره اوسئ، زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ او مننه چې همیشه موږ حمایه کوئ. سلام سر جوړې څنګه خیر تکړه نوم دې څه ده؟ نوم مې مصطفی. د کوم ځای؟ پکتیا. دلته څه کوې؟ دلته بس غټ گاډی دی پوه شوې او هغه کې کلینډر وي. څه ده ګاډی؟ ډامپر ده. چې بار کړي بار وړي؟ او بس کله کرش شي پوه شوې کرش شي چیرې وړي؟ میکس دا سره ته راوړو. پروژه کې تاسو کار کوئ؟ پروژه کې کورونه عملته دي؟ کورونه عملته دي. ته نو هغه موټروان نو او څنګه دي کارونه هلته؟ کارونه بس ولا روانې پوه شوې ډېر په چټکتیا سره روان دي. ښه دي بس سړک هم از تونله پورې را رسېدلی. خوشحاله یې چې کار کېږي؟ ولې نه ته خوشحاله یې وطن آبادېږي پوه شي بس لګیا یو بس کار ده. مکتب دې ویلی ده؟ مکتب مې نه ده ویلی. نه ده دې ویلی ده. ښه واده دې کړی؟ نه واده مې نه ده کړی. ښه خیر چې واده دې وکړو بچیان دې پیدا شو درس پکې ووایې. ولې نه حتما غواړې انجینر شي نو ته خو دې کارو سره مخامخ څنګه؟ او بلکل
څنګه بالکل. زره دا کارم لږ در سخته ده کنه کار خو سخت د اوس پس دی عوام یخیږي څومره وخت دلته کار کوي دلته یو 12 ورځې کېږي راغلی وو ښه ډیره مننه سلامت اوسئ خیر خوشحاله اوسئ ماندن نباشی برادر جور هستی؟ سرمند نام چی است؟ نام جاوید. از کجا هستی؟ از ولایت بغلان رسوله خنجان. خنجان؟ آه. و خنجان خب باز مربوط به بغلان نیست؟ مربوط به بغلان میشه خنجان. خب شما اصلا از کدام ولایت هستید؟ اصلا از ولایت بغلان هستیم رسوله خنجان. اصلی رسوله ما اندراب است. دیگه خنجان زندگی میکنیم. خب اینجا چیکار بر میکنید؟ اینجا خودم مستریستم دکانم است. کارم موتراسته. بسیار همین راه خراب بود نه این مسیر کمکی به مشکلات سر دچار بود. حالا چیز دارین بخیر جور میشه این مسیر بسیار شاید مشکلات ها را دیده باشید در ایران دیگه میرفت آمد نه چون تکرامی باشه خصوصا در برفا و زمستان ایران کم بسیار مشکلات ها دست در دچار بود. حال چی رقم است؟ والا سابق بود این سرک خراب بود خیلی مشکلات ها زیاد بود خو حال سرک جور شده برای مردم راه خوب شده اینا برای کلگی یک سهولت است راه جور شد راه کار جریان داره راه جور شده بخیر کدام مشکلی گپ نیست سالی خب حالا دیگه ان شاء الله دیگه راه بخیر به این شکلی که کار است نه شکل تیز دیگه ان شاء الله بس هر جور میشه دیگه بخیر بخیر راه کار جریان داره چقدر که سهولت باشه به ملت ما و وطنای ما ان شاء الله ما خوشی زیه کلش 100% مکتب باز خوندی مکتب تیم چند تا صنف 9 خوندیم حالا هم دیگه دکان مصرف هستیم مکتب جریان داره یا نه جریان داره خب سلامت باشی بده کامیاب باشی ان شاء الله بخیر باشی دوستان عزیز تشکر که با ما هستین ما در سالنگ شمالی هستیم و از این مسیر به شما ما یک برنامه از ساخت و ساز ایران به شما با ما باشید دوستان عزیز بازم خوش آمدین ما در پیش گراری 20 هستیم این گراری ها نام داره این گراری طرف سمت شمال موقع داره این کاری که میبینین بسیار زیاد به استاندارد این موقع روان است ان شاء الله ما شاهد از این باشیم به زودترین فرصت این مسیر جور شود بخیر موترها بسیار به سهولت فامیلای عزیز کسایی که طرف سمت شمال یا سمت شمال به کابل میرن بسیار به سهولت از این راه برن راه بدیل هم برای شما نشان دادم که راه بدیل در پایین است موترها فعلا از این راه رفت آمد نمیکنه و از راهی که شما میبینین از اون راه موترها میرن و میان اینجا کمه که شمال تیزتر است و این پایینه که شما میبینین این سیستم کانالیزاسیون از دیگه سیستم آوازی است که باید سیستم آوازی جور شود که تا سرک سمت میشه یا قیر میشه مشکل برش نرسن چون اگر سیستم آوازی مشکل اول حل نشه با سابق بری این مشکل زیاد میشه با ما باشین دوستان عزیز ان شاء الله از مسیر به شما ما ویدیو و بعض تصاویر می داشته باشیم اینجا موندن نباشید. سلام احترام خوب هستین؟ شما خوب است بخیر. خود معرفی کنین. حاجی سید وهاب سادات. حاجی سید وهاب سادات. بله است. پیش از اینکه ما گپ بزنیم بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. نگفتی چرا؟ چرا؟ به خاطر که شب روز خدمت میکنیم. خواهش میکنم. ما افتخار میکنیم که به وطن خدمت کنیم. ای با ما بسیار زیاد افتخار است که اگر وطن خود ما قبلا سابقه ما امکانات نداشتیم که انجینر صاحبای خود ما به و خصوصا با این رای مسئولیت از دیگه بسیار با این کیفیت کار کنن نه حالا ماشاءالله دوستای عزیز ببینید انجینر صاحبا از خود ما سمت از خود ما همین درست نه جغلش خو از دیگه بله سیخ وطنی سیخ وطنی بله یعنی کلش
بله از خودمون. یعنی الحمدلله. که کلش وطندار خودمون جور کنه دیگه چقدر کیفیت بالا. بله بله. انجینر صاحب شما کدام بخش ما در بخش استرکچر مثلا CRCP که مثلا کانکریت میشه. خب یعنی تو لازم عامیانه بگین تو نظارت میکنین از پروژه؟ آره ما کیفیت زمین ساحه و کار هستیم. خب بله. با کدام کیفیت از لحاظ انجینری ساخته شده؟ دیگه کیفیتش خیلی بالا سنجیده شده محترم، بسیار بالا و مثلا کیفیت جهانی که بسیار مقاومت بالا داره دیگه. خب حتی من دوستای عزیز یک چیز خوبیش دیگه است که همو به خاطر یخک بعضی موضوعات در نظر گرفته. چی میگم این خط که انداخته میشه فینیشر میگه. نه به خاطر شاید یخک باشه برف. یخک آره بعضی چیزا. سیستم کانالیزاسیونش هم بسیار به نظرم استاندارده. که مثلا سیستم آبش که مثلا آب از اونجا مثلا حرکت کنه تا او پلچک از پلچک مثلا بیرون میره. خب سمت از کدام موقع تا کدام موقع سمت انداخته میشه؟ باز بعد از قیر است. مثلا از دم تونل تا فعلا گالری 20 است در وزارت در نظر گرفته. خب تا اوجا؟ آره. باز بعد از دیگه قیر است. اسفارت است. این پروژه امسال چقدرش تکمیل میشه؟ ببینیم محترم که خداوند چقدر وقت میته برای ما. عوام سر چه آره. بازی سمت به نظرم باز در سردی و جوش نمیکنه نه؟ جوش میکنه. ما موادایی داریم که مثلا ضد یخ هست. آره. این بو مسیر باز تا وقتی که تامگراری آخر تکمیل نشده دیگه راه بدیل است. راه بدیل است. خب این تو وقتش معلوم نیست که چقدر وقت دیگه میرا بند است و باز فعلا بند است محترم. یک لاین انداخته شده، لاین بعدی است. خب این هم اگه تکمیل شد باز اعلام میشه را باز باید وقت زمان خود طی مراحل کنه. خب وقت تکمیل کنه تا ایش شده. یعنی به هم موترای خرد و کلان با مو کیفیت استاندارد ساخته شده. خب خوب است. یک چیز از دوستایی که وطندارایی که از این راست رفت آمد مسیر رفت آمد میکنن چی گفتنی داری باش انجینر صاحب؟ فقط چی کنه احتیاط کنن. از راننده ها خواهشی رو داریم که مثلا با توناژ پایین بیاید، چیزی که مثلا هدایت داده میشه و در زمستان از چین استفاده نکنه روی کانکریت. بازو نمیلخشه موترا؟ نه نمیلخشه چون توی کار پاک میکنه. خب این حالی باز در ساحه خشک چین استفاده نکنه. چین میشه که سرک تخریب کنه. یعنی ساحه که برف بود بازش مشکل نداره. یعنی سرک نیست، خانه ما هست. باید از این مسیری که ما میرفت آمد داریم چقدر مشکلات داره. واقعا ما ببینید اینجا از کجا به کجا مردم اومده کار میکنه، زحمت میکشه. تا 12 بجه شب ما اینجا کار میکنیم. اونجا جنراتور داریم، لایتینگ داریم. تا 12 بجه شب ما کار میکنیم. خانه کجاست اینجا؟ خانه از ما کابل است. کابل از دیگه مسافر. آره. خب چقدر وقت خانه میری باز؟ یک ماه 20 روز نظر به وضعیت کار. خیر ببینین ان شاء الله یک کاری است که میگه چی رقم یک مطلب است میگه چی را ویران کو راه را بساز نه مسجد ویران راه را آباد بساز. یعنی اینجا مریض مثلا بسیار مشکلات ها بود در راه رفت آمد. مگه مال الله هم به برکت دوستای شما ایرا جور میشه. هر مریضی که اینجا میره شفا پیدا میکنه ان شاء الله ثوابش به شما که دوستایی که میرن فامیلایی که میرن. دوستای عزیز اینجا صاحبا را که میبینین همیشه از دعایتون از یاد نبرین. امیال ما اینقدر خنک خوردیم اینا فکر کو یک ساعت نیم ساعت نمیشه ایستاده هستیم دیگه به حال از یا که شوا میشی. ما شوا کار داره. سلامت باشین انجینر صاحب. خداوند نجات شبتان. کسی که یک قدم در راه خدمت میمونه ان شاء الله کم از اجر شما با عزت سلامت باشین. بسیار خوش آمدید. تشکر. دوستای عزیز تشکر که با ما هستین. اوا ما اینجا سر خونه خوردیم یعنی و به حال پیشرم گفتیم با کسایی که کار میکنن کارگرا رو ببینین انجینر صاحبا کیجا خدمت میکنن. امو یعنی چی است وایزنده دی افغانستان تل دی افغانستان آبادی وطن خود که میبینیم این واقعا انرژی بسیار زیاد است. اگر کشورهای بیرون ما اگر بریم مرچ آبادی کنیم مرچ خدمت کنیم او یک روز نمیشه همین بعضی کشورها پس ما را گفت برین خانهتون اینجا اگر خدمت کنیم با ما با نواسا و میمونه ان شاء الله. دوستا چنل ما رو سابسکرایب کنین. ما در ساحه سالنگ هستیم و از اینجا برای شما گزارش داریم.
دوستانو بیا هم ښه راغلاست. موږ د تونل خوله کې یاستو. کومه لاره چې بدیل د دې ګرارۍ داسې جوړه سوې ده نو دا کته لاره چې ویني په دې لاره به موټر کته کېږي راځيږي ولې هغه مسیر یعنې جنوبي سالنګ خواته ده. هلته مسیر کې کار روان ده. موږ هغه خواته روان یاستو. شمال زښته زیات ده. هلته موږ درېدلی نه سو یعنې دې ساه ویني شمال زښته تېز دلته ډېر تېز ده او موږ به لاستو د جنوبي سالنګ یعنې د هغه خوا تونل هغه خوا تاسو ته موږ گزارش لرو. چینل ما را سابسکرایب کنیم دوست عزیز. تشکر که با ما هستید. دوستان عزیز تشکر که تا با ما هستین. ما در ساحه سالنگ جنوبی هستیم. موقعیت خوش تصویر شما نشان دادم که از تونل ما تا شدیم. از اون مسیر تا این مسیر اینجا موقعیت که ما استارت شدیم کار شده یعنی کانکریت ریزی شده و از این طرف به اون طرف هم این کار جریان داره. بسیار با استاندارد ما قبلا هم ذکر شدیم بسیار با استاندارد بالا و با کیفیت عالی. ان شاء الله که راه جور شود و هموطنای ما کدام مشکلی که دارن و به خیر و به خوبی ان شاء الله حل شود و به راحتی رفت آمد به چند ولایت بکنن. سلام برادر، خوب هستی؟ دا سلامت باشین، بخیر باشین. چی است نامت؟ نامم مهدی. مهدی جان زیاد شمال نیست؟ والا سرد است دیگه. با ما تاثیر نمیکنه دیگه. تا چی وقت دوازه دکانتان است؟ دیگه شب نشینی میاره میگی؟ دیگه تا 2 3 4 بجه می باشیم دیگه. بعض وقتا تا 11 بجه دیگه نظر با هوا است. وقتی هوا گرم باشه دیگه تا صبح. از خودت خوراک فروشی دیگه؟ باز تا کدام یعنی ما می باشین تا اینجا؟ چون هوا بعد از این سرد شده میره. دیگه زمستان هم دیگه میجه زمستان هم میگذرانیم دیگه. ما گرچه عادت داریم دیگه اینجا بر ما تاثیر نمیکنه آخه. ها یعنی نزدیک است چکمکی. ها چطور امروز آبادیایی که در وطن میشه روز به روز هر طرف میبینی که کارا میشن چقدر خوش هستی؟ والا بسیار زیاد دیگه خوش هستیم دیگه. خدا خیرشون بده دیگه. همین سرک ما رو هم که جور میکنن برای ما بهترین. خانه بده کدام سالنگ است؟ دولنگ است. دولنگ است؟ ها این مسیرها دیگه بسیار خراب بود. شما بسیار بعضا بودین. والا زیاد خراب است دیگه. رفت آمد دیگه. حالا کم خوبتر شده. یه ذره خوبتر شده دیگه. زیاد هم بهتر میشه. توسعه داری ببینم قطارهای دوستایی که یعنی بیرون هستن نه تا یکم نزدیک ساعت شو یعنی بیرون از خارج هستن میگن افغانستان روز به روز خرابی است. روز به روز آبادی است. چی پیام داریم ما رفیقایی که به خارج از کشور میرن؟ خب براشان یک پیام دارم که
باید دست به دست هم بدیم. تو نمیشه که ما تا کی بریم کشورهای خارج سفر کنیم به خاطر یک لقمه نان. باید وطن خود را آباد بسازیم. وطن خود میگه وطن من حیث یک مادر است، مثلا من حیث مادر. باید خود ما آداب آبادیتی بکشیم، چون جوانای تحصیل کرده ما حالا کلی که میبینی فعلا روان ایران از پاکستان از شاید دیگه کشورهای خارج، اما قی زحمت که میکشن خود میرسونن به اوجا، باید بیان در وطن خود آبادی کنن. خود نمیشه دیگه به مرحله به مرحله باید پیش بریم. تشکر، سلامت باشین. چطور کار میشه یا نه اینجا؟ والله خدا را شکر خوب است، میشه دیگه. ای داره بدیل که هوا سر است خو دیگه. خب نمیشه دیگه. نمیشه دیگه. سلامت باشین. تشکر. ان شاء الله در کارتون برکت بیاد. نه سلامت باشین. بخیر است ان شاء الله. خوب هستی؟ فضل خدا سلامت و نام محمد یونس. اینجا چیکار میکنی؟ اینجا ما دکان داریم. خب محمد یونس جان، سرک قبلا خراب بود. زیاد مشکلات زیاد بود، ولی فضل خدا که این سرک جور شده بسیار رو برور نو ولایت است. هرچی از کشورهای خارجی هم میره به طرف آسیا میانه. ان شاء الله که بسیار مشکل مردم رفع میشه. ان شاء الله بسیار به استاندارد بالا کار خوب شده است اینجا مثال. خب بسیار عالی. این کار من قبلا خب این راه مسیر به این شکل جوش شده، مسیر از طرف جوش شده. قبلا مثلا موتورای که کلان تیلرها بنده، این موتورای 6 تایره و رای بدیل جور کردن از این طرف میره، از رای بدیل میره و هنوز رای تا دم پل تا دم گریه دیدی تا اونجا پخته کارش تمام شده. ان شاء الله که هفته بعدی موتورا از این راه عبور میکنن. 2 هفته 3 هفته بود 28 روز بود. ما از خود سالنگ هستیم. بله ان شاء الله زیاد خوش هستین دیگه دیگه. خب میشه دیگه آبادی از اینجا خاک بودنه بسیار اینجا مثلا چیزی که مردم با تکلیف میشه، مسافرین هم با تکلیف، مردم ملکی هم با تکلیف، اینجا خانواده هم با تکلیف، کلی با تکلیف است. بسیار خاک بادا. تشکر. شمال از بسیار سلامت باشین. دوستان عزیز تشکر که تا این دم ما بودین. این بود برنامه امروزی که در می جواب پایان میرسه. چنل ما رو سابسکرایب کنین تا برنامه بعد که بازم فواد نادری در خدمت شما قرار میگیره. تمام شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. خداوند یار و مددگار.